در بدخشان البته میگن رباب نمیگن و رباب. کلمه رباب از کلمه رباب کمترک تفاوت دارد، از این سبب که برای ما در عرفیت میگن که رباب این کلمه رب کلمه عربی هست، یعنی رب خودش خدا هست، باب به سوی وی است. و البته در موسیقی مردم کوهستان بدخشان ما دو نمود ساز موسیقی که عصرهای عصر در اونجا نگاه داشته شدگی هستند و تا دور ما اونها را نگاه داریم و آورده ایستاده ایم. یعنی این یکم است رباب، دوم است تنبور. در سخن بزرگان گفتگی که دانی که رباب ما چه ها میگوید. خب از مد علی و مرتضا میگوید، این پرچه چوب خشک از ذات حق است، به کام زبان خود خدا میگوید. یعنی این رباب وابست است برای ما از دور امامت حضرت علی. ولی در روایت پیشتر باز میگن که لیکن این رباب میگد از دور پیدایش آدم صفیح الله برای ما میراث آمدگی است. برای اینکه میگن که وقتی که آدم صفیح الله رو از گل سرشتن و وقتی که جان را یعنی امون روح را گفتن که به درون این جسم درا، یعنی روح 7 مراتبه در گرد جسم دور زد و گفت که من جرأت ندارم و درون این جسم درایم. بعد سوال شد از اقتال برای چی؟ گفت که برای اینکه من از نور هستم، این از خاک است. و اون وقت گفت بر حضرت جبرائیل فرمود که برو از درخت از بهشت از درخت توب و شاخچه بیار و از اون شاخچه قانون بساز و مقام کن. حضرت جبرائیل از بهشت اون درخت رو آورد و با فکر آمد، گفت که به حق تعالی سو کرد که گفت حق تعالی من نمیدونم به چه شکل بسازم این رو. بعد گفت که به خودت نگر و میگن که این یعنی این شکل این رباب گویا از ساخت اون ساخته شدگی که اینم به شکل آدم ماننده دارد. یعنی این سر آدم است، این دستاشون هستند، این تنه آدم هست و این گو پای آدم هست. و این شکل رو عیناً از روی روایت به حقیقت هم اگر بیاریم که این نزدیک می شود. موسیقی که جور شد اون را قانون میگویند و اون قانون وقتی که جور شد یعنی قانون با نغمه می درآید و اون وقت گفت وای نماختن که جان امون وقت گفت سرگم مست شد و گفت من یک بار می درایم بر درون این جسم ولیکن من باید موقتی درایم. و اون وقتی که در اون جسم در آمد او تمامی زندگی تمام بهشتی رو در اونجا دید و نمیخواست اکنون از اونجا باید بدر شود. و وقتی که بدر شوی جسم از درون انسان است اون رو اون وقت میگن که ساز دیگر آوردن که اون رو تنبور میگن. معنای تنه هست، بور بریدن است، بریدن از جسم اون
از جسم گو اون روح بریده میشد. اصلا از چوب زردآلو تراشیده می شود و اون چوب اون وقت میگیرن که وای در وقت گل باشد و پوست اون رو از کره که در درونشون بچه هست همون وقت گرفتن در کار است اون پوسته و تارای رو اون وقت رست میکنن که یعنی گوسفند زم میکنن که در وقتی عامله‌داری باشد. گفتم این چی معنا داره؟ برای آن که میگه که چوب از برای گل خودش ناله میکنه، پوست از برای کره ناله میکنه و تارها از روی بچه خودشون ناله میکنه. گفت همون وقت یعنی اون جور میشود.